حدیث قدسی در فضیلت دیدار الهی. هنگامی که خدای متعال خواست جان حضرت ابراهیم علیه السلام را بستاند، ملک الموت را به سویش فرستاد. او آمد و گفت: درود بر تو ای ابراهیم. ابراهیم گفت: و درود بر تو ای ملک الموت. آیا برای دعوت آمده ای یا این که خبر مرگ آورده ای؟ گفت: برای دعوت حق آمده ام، پس اجابت کن. ابراهیم گفت: آیا دیده ای که دوست جان دوست خود را بگیرد؟ پس خدای متعال فرمود: ای ملک الموت، نزد ابراهیم برو و به او بگو: آیا دیده ای که دوست دیدار دوستش را خوش نداشته باشد؟ دوست شیفته دیدار دوست خود است، در خبر آمده است. پس ابراهیم گفت: ای ملک الموت، هم اینک جانم را بستان. امالی صدوق صفحه 164.